بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز ارجمند، سلام بر شما. به امید اینی که یک و یک شما خوبان و عزیزان از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشید، ویدیوی کنونی را آغاز می کنم. در این ویدیو می خواهم طریقه خانه‌پوری فرم درخواست پاسپورت ماشین خوان یا پاسپورت الکترونیکی را از طریق سفارت افغانستان در تهران به شما عزیزان آموزش بدهم. پس اگر میخواهید خودتان با گوشی موبایل خود فرم درخواستی پاسپورت الکترونیکی را در منزل بدون مراجعه به کافی نت ها و بدون پرداخت پول خانه‌پوری نمایید، این ویدیو برای شماست. کافی است ویدیو را تا آخر تماشا نموده و مطابق راهنمودهای آن عمل نمایید. قبل از پرداختن به ادامه ویدیو خواهش میکنم این ویدیو را لایک نموده و همچنان چینل یوتیوب مرا نیز سابسکرایب نمایید تا به محض اینی که ویدیوی جدید نشر میکنم شما اولین کسی باشید که از آن باخبر میشوید. در ویدیوی قبلی در مورد مراحل دریافت پاسپورت الکترونیکی از طریق سفارت افغانستان و همچنان کنسولگری افغانستان در مشهد به شما عزیزان معلومات ارائه کردم. گفتم که چی اسناد و مدارک نیاز هست، چی مقدار پول هزینه می شود و چی گونه باید کارهای خود را پیگیری کنیم. یکی از اسنادی که در او ویدیو گفتم داشتن فرم خانه‌پوری شده درخواست پاسپورت بود. در این ویدیو میخوایم به شما بگوییم که این فرم را از کجا به دست بیارین و چه قسم باید خانه‌پوری کنید. این فرم در وبسایت سفارت افغانستان در تهران وجود دارد. این صفحه که فعلا در روی کامپیوتر من میبینید وبسایت سفارت افغانستان در تهران است که آدرسش هم www.appstehran.com هست. در مرورگر اینترنت خود این آدرس را جستجو کنید، وارد وبسایت شوید. لینک وبسایت را در پایین ویدیو در بخش توضیحات یا دسکریپشن هم در اختیار شما قرار میدهم. وقتی که وارد وبسایت شدید در سمت راست گزینه اول پاسپورت هست. بالای پاسپورت کلیک کنید. اولین گزینه راهنمای پاسپورت هست. توصیه میکنم پیش از این که وارد خانه‌پوری فرم شوید راهنمای پاسپورت را مطالعه کنید. وقتی که بالایش کلیک کردین در اینجا راهنما باز می شود. چیزی که در اینجا مهم هست گزینه دوم گفته تکمیل فرم درخواست پاسپورت به صورت کامل و خوانا با حروف بزرگ در بخش های انگلیسی. فرم را گفته باید واضح و خانه‌پوری کنید و همچنان بخش هایی که انگلیسی هست باید تمامش حروف بزرگ باشد. این متوجه بشید دوستای عزیز. شماره 3 هم گفته که باید یا اصل و کپی تذکره تابعیت داشته باشین که به تایید وزارت خارجه در کابل و یا همچنان نمایندگی وزارت خارجه در ایران رسیده باشد. اگر شما تذکره الکترونیکی داشته باشید که نور علی نور نیاز به هیچ چیز دیگه نیست. شماره 4 گفته اگر تذکره تابعیت ندارید گواهی تثبیت هویت هم درست هست. با ارائه کردن گواهی تثبیت هویت هم شما میتونید که پاسپورت الکترونیکی بگیرید. در ویدیوی قبلی دوستا زیاد سوال کرده بودن که اگر تذکره نداشته باشین آیا با گواهی تثبیت هویت هم میشود پاسپورت گرفت از سفارت یا نه؟ به جواب او عزیزا هم میگوییم که بله، مطابق به اینمی راهنمایی شما میتوانید که با ارائه گواهی تثبیت هویت هم پاسپورت بگیرید. خب شرایط زیاد هست در اینجا گفته، شما میتونید که این شرایط را خودتان شماره‌وار خوانده و با دقت مطابق آن عمل کنید. به خاطر که ویدیو طولانی نشود میرویم فرم را خانه‌پوری میکنیم. دوباره به می قسمت بالای پاسپورت کلیک کنید. در اینجا فرم درخواست پاسپورت PDF، فرم درخواست پاسپورت ورد دارین. شما هر کدام را که خواستین میتونین که بالایش کلیک کنید. خب PDF را گرفتیم. در اینجا دوباره کلیات گفته راهنمایی ها هست. این راهنمایی ها را شما دوستای عزیز بخوانید. من بیشتر در این قسمت نمیپردازم به خاطر که ویدیو طولانی نشود. یک چند چیز در این قسمت البته باید بگویم تا اینکه فراموش نشود. اول گفته که فرم درخواست پاسپورت باید به اساس شهرت شخص در تذکره و سند تولدی خانه‌پوری شود. درج نام و نام خانوادگی در فرم پاسپورت الزامی هست و همچنان وارد کردن پسوند یا پیشوند از قبیل حاجی و قماندان و پهنیار و پهنمال گپا در فرم پاسپورت گفته نباید ذکر شود. تاریخ تولد به شکل روز، ماه و سال و همچنین محل تولد، ولایت و کشور باید در فرم و رویت تذکره یا سند تولد درج شود. و درخواست پاسپورت برای افراد زیر سن توسط پدر و مادر یا قیم قانونیشان صورت گیرد. شماره تذکره اندازه قد باید به طور دقیق درج شود، تخمینی درج نشود.
خب دیگه چیزی خاصی در این قسمت نیست. بعد معیارهای عکس است. عکس را هم در ویدیو قبلی به شما گفتم، بازم میگم دوستای عزیز، پس زمینه عکس شما باید سفید باشد. سایز عکس 5:4 باشد، یعنی بلندی عکس 5 سانتی متر و عرض عکس 4 سانتی متر باشد. همچنان عکس شما طبیعی باشد، در عکس آرایش غلیظ نداشته باشین و همچنان توسط فتوشاپ و دیگر نرم افزارها عکس خود را ویرایش یا ایدیت نکرده باشید و از پوشیدن کلاه و عینک و امثال این چیزها در عکس خودداری کنید. در پایین گفته در صورت لزوم و استفاده از کلاه، دستار، چادر و کرتی رنگ‌های آن مشابه با پس زمینه عکس نباشد. پس زمینه عکس سفید است. شما اگر کلاه به سر دارین، کلاهتان نباید رنگش سفید باشه و به می قسم دستار اگر در سرتان هست هم رنگش سفید نباشد تا اینکه به پس زمینه عکس تفکیک شود. بعد از اینکه شما این معیارها را خواندین، در اینجا یک چک مارک باید بکنین که دستورالعمل‌ها را طور کامل مطالعه کردم. وقتی که چک مارک شد، وارد مرحله دوم که خانه‌پوری فرم است میشویم. در این فرم دوستای عزیز، اینی ستونی که به سمت راست هست گفته برای استفاده رسمی. این ستون را شما هیچ کاری نمی داشته باشین. این مربوط به کارمندان سفارت افغانستان در تهران است، اونا خانه‌پوری میکنن. قسمت اول شهرت کامل است. نام خانوادگیتان درج میکنین. ببینید در پیش روی فرم همینجا که کلیک کردین برای شما باکس باز می شود، میتونین که خانه‌پوری کنین. بعدش نام پدر کلان، تاریخ تولد را درج میکنین. بعد همین قسمی که بخش فارسی را خانه‌پوری کردین، در سمت چپ بخش انگلیسی هست، فامیلی نیم، تخلص است. پیش رویش کلیک کنید، در اینجا باکس باز می شود به حروف کلان. دوستای عزیز، قسمی که پیشتر در راهنما هم گفتم، تمامی حروف مربوط به نام شما باید حرف کلان باشه، حرف خرد نباشه. مثلا اگر نام شما احمد هست، به این شکل باید نوشته نکنید. این قسم هم نباشه که تنها حرف اول کلان باشه، تمامی حروف باید کلان باشه. ببینید به این شکل دوستای عزیز. خب بعد فادرز نیم و گرندفادرز نیم و دیت آف برت را مطابق به تذکره یا سند تولدتان شما باید خانه‌پوری کنید. متوجه باشید دوستای عزیز که اسپل نامتان اشتباه نشود، به خاطر که یک بار پاسپورت شما اگر چاپ شد دیگه اصلاح آن دردسر است. بخش دوم جزئیات محل تولد است. کشوری که شما به آن تولد شدید هم به فارسی و هم به انگلیسی بنویسید. ولایتی که شما به آن تولد شدید هم به فارسی و هم به انگلیسی. به قسم ولسوالی و ناحیه را به شمول قریه به انگلیسی و فارسی خانه‌پوری کنید. در تذکره شمیره یا شماره تذکره، در این قسمت شماره تذکره خود نوشته کنید. شماره تذکره انگلیسی و فارسی نمیخواد، امی یک تا که درج کردین به هر دوش کفایت میکنه. دقیق شماره تذکره خود رو دقیق درج کنید دوستای عزیز. بعد حالت مدنی است. حالت مدنی چند گزینه داره که متأهل، مجرد، نامزد، جدا شده، مرد بیوه، زن بیوه، طلاق شده. شما حالت مدنی خود را از این قسمت میتونین که با یک چک مارک مشخص کنید. مثلا مجرد اگه بودین فقط مجرد انتخاب کنید و در قسمت بعدی هم بالای سینگل کلیک کنید. بعد در قسمت پایین جنسیت است. اگر شما مرد هستین جنسیت اول مذکر انتخاب کنید، اگر زن هستید مؤنث ایرا انتخاب کنید. و در این قسمت بخش انگلیسیش هم اگر مرد بودین میل و اگر زن بودین فیمیل انتخاب کنید. طفل زیر 18 سال، آیا اگر سن شما از 18 سال به پایین است گزینه بله را انتخاب کنید و اگر از 18 سال به بالا است گزینه نخیر انتخاب کنید و به همین شکل در بخش انگلیسیش هم گزینه یس یا نو را انتخاب میکنین. بعد کمی پایین تر اگر بریم محل سکونت هست، کشور محل اقامت حتما ایران نوشته میکنین، هم به فارسی هم به انگلیسی. تابعیت های دیگر، اگر تابعیت کدام کشور دیگر هم داشتین در اینجا هم به انگلیسی هم به فارسی نوشته میکنین، اگر نداشتین چیزی نوشته نمیکنین. اندازه قد به سانتی متر، در اینجا کلیک کنید. اندازه قد شما هر قدر که هست امر نوشته کنید. 150 سانتی متر، 170 سانتی متر هم به انگلیسی و هم به فارسی نوشته کنید دوستای عزیز. در اینجا کلیک کنید، اما باکس فعال می شود. رنگ موی سیاه هست، زرد یا طلایی، قهوه‌ای، سرخ، سفید، عسلی، هر کدامی که بود شما از این قسمت میتونین که انتخاب کنید. و بعد در سمت راست هم کوشش کنید که گزینه مربوط به مو رنگ را از بخش انگلیسی هم انتخاب کنید. مثلا اگر در اینجا شما سیاه را انتخاب کردین، در اینجا باید بلک انتخاب کنید. اگر زرد یا طلایی را انتخاب کردین باید بلاند انتخاب کنید. به همین شکل تا به آخر.
بعد رنگ چشم هم مثل رنگ مو باید در اینجا انتخاب شود. رنگ چشم مثلا اگر خاکستری انتخاب میکنین در اینجا هم باید گری را انتخاب کنید. این مربوط به این میشه که رنگ چشمان شما به کدام رنگ هست. بعد این قسمت علائم فارقه دیگر است. اگر شما در صورتتان و یا در رویتان کدام علائم فارقه دیگر از قبیل خال یا کدام زخم چیزی داشته باشین، در این قسمت میتونید که او را نوشته کنین، هم به فارسی و هم به انگلیسی. بعد جزئیات تماس هست. نشانه فعلی، آدرس فعلی خود هم به انگلیسی و هم به فارسی نوشته میکنین. اگر جای کم بود در خانه پایینش هم شما میتونید که آدرس را درج کنید. دو خانه در نظر گرفته شده. نشانه قبلی، سکونت قبلی خود که قبل از سکونت فعلی شما بوده، آدرسش میتونید در اینجا هم به انگلیسی هم به فارسی درج کنید. بعد گزینه دیگه ای که هست برشنالیک یا نشانه برقی یا ایمیل هست. ایمیل آدرس خود را در اینجا درج کنید. بعد شماره تماس هست. دوستان عزیز، در این قسمت شما دو قسم شماره تماس درج میکنید. یک شماره موبایل هست که گوشی یا تلفن همراه شماست، شمارهش در اینجا درج کنید. و بعد تلفن محل وظیفه، تلفن دفتر یا محل کار خود هم در اینجا درج کنید. و فارسی و انگلیسیش هر دوش در اینجا باید درج شود. بعد تلفن منزل هم باید در اینجا درج کنید به انگلیسی و فارسی در هر دو بخش. بخش بعدی هم که هست جزئیات وظیفه است. شغل شما چی هست در اینجا نوشته کنید به انگلیسی و فارسی. کارفرمای شما کی هست هم به انگلیسی هم به فارسی نوشته کنید. نشانی یا آدرس کارفرمای خود را در اینجا نوشته کنید، در خانه پایینش البته. بعد کارفرمای قبلی خود هم در اینجا باید نامش را ذکر کنید. و در صفحه بعدی مشخصات دیگر هست. شماره 5 پاسپورت تایپ یا نوع پاسپورت هست. پاسپورتی که شما میگیرین عادی است، سیاسی است، پاسپورت خاص است، پاسپورت خدمت است، کدام است انتخاب کنید. حتما شما پاسپورت عادی میگیرین، یعنی اوردینری عادی را انتخاب کنید. بعد بخش ششم گفته تشخیص هویت. سند هویتی که شما ارائه میکنین در سفارت چی است؟ پاسپورت هست یا تذکره؟ اگر پاسپورت بود پاسپورت انتخاب کنید، اگر تذکره بود تذکره را انتخاب میکنین. بعد اگر نه پاسپورت و نه تذکره بود، تصدیق تولد بود، این گزینه را انتخاب کنید. اگر مثلا شما نکاح خط داشتین، گزینه دیگر آخری را انتخاب کنید. بعد بخش هفتم، آیا گاهی پاسپورت افغانی داشته اید؟ اگر پاسپورت افغانی نداشتید نه خیر انتخاب کنید، و اگر داشتین گزینه بله را انتخاب کنید. بعد وقتی که شما بله را انتخاب کردین، مشخصات پاسپورت قدیمی خود در اینجا درج کنید که نمبر پاسپورت قدیمی شما کدام بوده، نوعیت پاسپورت شما چی بوده، عادی بوده، پاسپورت خاص بوده، پاسپورت تحصیل یا خدمت بوده، چه قسم پاسپورت بوده در اینجا نوشته کنید. تاریخ صدور پاسپورت قبلی شما که به کدام تاریخ صادر شده و به تاریخ انقضایش که به کدام تاریخ منقضی شده هم باید درج شود. محل صدورش کجا بوده، از افغانستان گرفتین و یا از نمایندگی سیاسی افغانستان در کدام کشور دیگر. بخش هشتم مربوط سابقه جرمی است. گفته آیا شما سابقه جرمی دارین یا نه؟ اگر نداشتین گزینه نه را در بخش فارسی و نه را در بخش انگلیسی فعال میکنین، و اگر داشتین گزینه بله را در بخش فارسی و گزینه یس را در بخش انگلیسی نشانی میکنین. و بعد در پایین گفته در صورت داشتن لطفا تشریح نمایید. در اینجا شما توضیحات میدهین که سابقه جرمی شما چی بوده و به چه شکل بوده، در اینجا نوشته کنید. و همچنان در اینجا گفته اگر جای کافی نیست در ورق جداگانه نوشته کنید. توضیحات نمی سابقه جرمی شما اگر زیاد بود در باکسی که در اینجا هست گنجایش نداشت، شما میتونید در یک ورق اضافی ضمیمه فرم درخواست خود کنید. امیدوارم که شما عزیزان سابقه جرمی نداشته باشید. بعد بخش نهم گفته هدف مسافرت چی است؟ به تحصیل می روین، به کار می روین، به تجارت، نمایشگاه. گزینه های زیاد است. به رخصتی شما اگر این گزینه ها به هدف سفر شما مطابقت میکرد انتخاب کنید، و اگر نمیکرد گزینه نور یا دیگر را انتخاب کنید. خب بخش 11 عکس پاسپورت. عکس پاسپورت در بالا راهنمودش گفتم، مطابق راهنمود شما باید دو قطعه عکس 4x5 و پس زمینه سفید را داشته باشین. و 12 گفته من دستورالعمل ها را طور کامل خواندم. این را هم چک مارک کنید که شما دستورالعمل ها را خواندین. بعد وقتی که این کارا تکمیل شد، شما میتونید در اینجا بالای گزینه سیو کلیک کنید. وقتی که بالای گزینه سیو کلیک کردید، فرم خود را یک نام برش تهیه میکنید و بعد در یک جای از کامپیوتر خود یا موبایل خود ذخیره میکنید.
فرم شما خانه پوری شد. بعد شما میتونید که فرم را برده به مطبعه یا فتوکپی یک جایی پرینت کنید. اگر شما خودتان در منزل یا در دفتر به پرینتر دسترسی داشته باشین که چی بهتر، نیاز به بردن به جای دیگه نیست. فرم شما پایین هست اینجا ببینید. وقتی که پرینت کردین بعد از اون هم میتونین که امضای خود در اینجا درج کنید. بعد از پرینت البته این کارو باید کنید، امضا کنید و بعد دو قطعه عکس خود را به اندازه 4x5 در اینجا ضمیمه کنید و همراه با اسناد ضروری مثل کپی و اصل تذکره، کپی و اصل مدرک اقامتی و اینمی فرم درخواست به سفارت مراجعه کنید تا اینکه بقیه کارهای شما در سفارت انجام بگیرد. من قبلا در مورد مراحل دریافت پاسپورت الکترونیکی از سفارت افغانستان یک ویدیو تهیه کردم که لینک آن را شما در این بالا میبینید. اگر هنوز آن ویدیو را تماشا نکرده اید، بالای لینک فوق کلیک کنید، ویدیوی متذکره را تماشا کنید، برای شما مفید خواهد بود. خب دوستای عزیز، این ویدیو هم به پایان رسید. از اینکه که با حوصله‌مندی تمام ویدیو را تا آخر تماشا کردید از شما یک جهان سپاسگزار هستم و از اینکه که ویدیو را لایک و چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمودید باز هم از شما اظهار امتنان و تشکر می نمایم.